گیلک بگو. باکو گیلک. نه گیلک میگم بریم. ها؟ بریم عباس. گیلک میگم تخم مرغ خودی غلیفه بود جنه بزنه بدن. بیا در واره. ها؟ سگ شما نیه؟ هست نیا. نمیام. برو خب برو. گیلک و میرم اگه هسته. هست برو. برو نیا. بابی آمد برو. گیلک نگیره. این سگ نه آوردیم بدیدی؟ آه. برو نیا برو. ایوان. نمیگیره سر بخوره. بس تکو. نه نیه. اشتین گیلک. بد سگی اصلا نگاهی وقت مرا معامله میکنه. خورا دیوار تن اندازاله. نه بلنده دیوار. کومو کارت کنه. اشتینی بچه خاله خیریته. جانجور اول خوب خیریته. شکر گیلک ما بیامدم به خاطر یک کاره. چی کار؟ یک شکار داره که میریانه. شکار؟ آه. گردن همه بند باشه شاید که یک نیم سال بشه پیر من امبلیس فروخته. او شکار نمیگو. چی شکار؟ من مال سرا میخوام آدم. تا تنو خون غلیب خودشتم. غلیب. آفرین. بفهمیدی؟ من روزه دارم. خود دیوان سوا ایده. خود سوا ایده. با ایدگاه. سکو چی میگم سوا ایده با بخور. همین با خونه مرغا اینا تخم مرغ هم خیلیه. اگه برای خودت غلیب فرامور داریم تخم مرغا هم دارین. تخم مرغ خودت رنگ میده میبریم سوا با ایدگاه میبریم. چه روز تخم مرغ جنگیه؟ تخم مرغ جنگ میدم. یعنی بی شکیلک یاد داری. تو یاد داری. بشی تو بشی. نه سکو چی میگم بفهمیدی؟ بریم. اناله سکو بچه خاله. تخم مرغ که جنگ بعضیار میفروشیم بعضیار اناله اگه می عمه تو مر خدای نکرده یعنی تو میگی ما برم با جنوب. آها. همی عمه تو اگه مر ببینه شریکی ادعا شرف مشلب میخوره. نمیمینه گیلک. تو اگه بزو بگی تو نمیمینه. بفهمیدی؟ تحت نیری نشته برم. قایم پوش خم زده یک کاری بکن بالاخره مو ورد داری. تخم مرغ خودت نصف فیلم میفروشیم پولا خرج میکنی نصف میندازیم قلک. کی کم از من؟ چی غلیب؟ غلیب پر اسفا میکنیم. خب بریم. ها بریم. سرشون برای والا میگه خب کنه کسی داخل باغ نیاید. بله. بفهمیدی اونا رو هر کس میاد بگیر اینا بگونه. بیا. برو گیله الان دیگه کارتونه. بابا قیق نکشت میشه پشت درس را باشن. نمیدونی چوش لالغه همه خیوان دلجم. سگ چیکار کنه؟ میگیره من. یه تو کلت خرابیه برو سگ نگوشتگی 30 سنتی کج را میره. برو. سکو. نه ترس همه خیوان چوش لقله دیوونی تو چوش لقلقه همه خیوان. یعنی دلجم پشت بکو برو. روز کدی بس طرف برسه لقلقه میشه. اثر ما. حتی اصلا ما این لوستره. من مغزه بود که تو از منجی بیاردن تو منجی برو دیگه. خود تو بدیدی که سگ گوشنگی 30 سنتی کج را میره. 40 سنتی را کج را میره. برو منجی گوشت برو. خونه مرغای نامه میشه. برو هم تو تنور پیدا که تا تنور نگاه کن برو. چاش لقلقه وا کویش نیه برو. نه چلگی که. برو. عباس من سگ نگیره که من میترسم. برو بخور تو آدم کلونی که تو سگ میگیره. برو. انت خرای که دیگه بردا بیا. این ری که دن کوه غریب فول تو مغار بیاره. عباس. سگ بعد دیم گنده سی میکنه. بسته سگ برو. برو سگ رو بسته و شو وا میکنه. گردن من بند باشه سکو. ایت چقدر ایتا میکنه. با خدا مرگه ما این کارا شما میخنده. تو بیش شکل که بر بدی. خب من نگیره بسته نه. گردن من بند باشه سگ ایت سی میکنه بعد دیمه. برو نیه برو بسته یه. بلکن بیاد ای دیدم که گیلک به دم افتاد من به دم میدم میرم که من نبینه اگه من ببینم میفهمن دیگه که من عباس خاله تو کی نه؟ خاله تو سرته به دستی
نه دیکتور نه بیای دفتر که های بسیار خود چند تا چوب کودکه نوش جان تو مرغ او خدا دگم پرخه بود این میفهمه که تخم مرغای ما هم بیاییم ببریم دهنم بند باشه نام خدا بزی مرغا شیر مادر تو عباس خوب عقل کماله به میاد دیدی بعد من پش این ها مگرم ببرن حال قلیف اشته کنم کاش که اول قلیف می بردم بابا چوب کودکان تو بیکار موندی سرتنرینم پوشیده ببرم عباس اینا ببرم برزم به دومن عباس بیام لیواره میشه تا مشکنم بیش من میده میشه نام خدا 20 تا تخم مرغ بیشتره ما این تصویر دستو میبینیم بزنم اول اینا رو به من خود کردم عباس دیدم نمیشه خلیفه اشتبار دارم دیدم این لگن اینجا پرتوه تو یک کن تو موقع دیشتی شماره کو چند تایه به قصه شماره نکن مرسه کن نه خلیفه رم بیار خلیفه خبر نمیم تو سر کن تو یک کن تو برو تمیز زمین ها بتر گندم اینا رو قایم کن من تا سواری بتر گندم قایم میکن تو خلیفه ورده بیار برو شطور دیدی ها نه برو
یک دید تا یم 3 تا این 6 تا بلند یم 9 تا یم 12 تا 15 تا و 23 تا اینا ایناشه گیلک بیای کجا شو از دستت فغان فغان دارم قلب خون چکان چکان دارم از دستت فغان فغان دارم قلب خون چکان چکان دارم. گیله خون بله. به خود خون میخونی ای چیه؟ ای چی؟ ای کورتیه. خب ای کورتی ای چیه؟ ای دیگه. دیگه می چه کار؟ ای دیگه مادر میگه تن برو قلالی کن. قلالی قلالی سیاه شده. صحیحه دیگه. خوب اختیار باش. زنده باشین. کجا بخیر به من بازم؟ میرم امیت تا بازار. تا بازار. بازار؟ آه. بله مادر من به تعمی شوالای اون خواه بیدون همین چیکار شده پیش گسپنده همین جگاه نه مادر من غلیف چی خبر دارم نه از تخمرغان چی خبر ما دارم یعنی خلیفه تحت دنیا تخمرغان با غلمقدون نیه نه مادر من بیامد من سر زمینان پیش گسپنده همی جگاه من خواهی برد بیامد تا همی شاله سر خواه بختشتم که یک چیش خواهی بشون خوبه من میام بخی میام خوبه من میام خدا حافظ تو سکو 15-16 تا تخمرغ ببردن قلیب فرامته تنور بردشتن ببردن مادر میگن یه نیه باش ما برو کارو همین معتاده غیر از این معتاده دیگه هیچ قصدی چه سیکتو در سرار با چاشت لغلغه وامک دارم و می مادر خو میگم مادرم همی در وانق داریم خواهم معتاد چیزی خود خو میای میندازه به می سرا نمایم بندازه اما معتاد باشون دمیت در سرا وا باشه خود خو میندازم به می سرا هرچی دل مماسته باشه ور میدارم همی هرچی به می مادر خو میگم هیچی به هیچی تو سید کتو ایکو به درد نمیخوره یک ده میشم با خونه ما ببینم چه دیگه کرد گیله تو سر بیا خو نشد اونجا بیا اینجا نشد بیشک بیردی میفهمی همین توردشتون که بوی نبود یاری آنه قایم کرده اونا لالا فا کوک چیزی امو سلطچگاه امو لگان تک زدن که برای با خودتو که میشه تو یک دائم ببینم خونه ما نیه برو ورده کجا میبینم نیستی گیله گمیت پرته دادم چه کجا افتاد یک دائم خونه ما میاد یک دائم میبینم میگم از مانه با میگه کلمه ببردم بیاردی
دو قدست نیست. گیلک چی کار کنیم اینا؟ چی؟ تسرا کسی نبودک. نه همین تو می آمدن تا زمین زمین ریگا رمضان بدید کجا میری؟ گیلک گفت این دیگه میگه مادر مقلعی کنه بدیدک خیلی نمیفهمم. تو برو گیلک ما میریم یک پیدا کن لیلون. تا محله برو تا کوچه برو خوب میارم. این سیای خوش تو موقع نشکنی. نه پوشیده ما چی کار کنه خود دیونه دگان پوشیده یه تعلفای ده به اینا که پخته کنیم بزنیم به بدن کی کرم صبح چای بزنیم به بدن قوی میشیم. بفهمیدم که در کلونه ما برم بسته کنم. اگه مامور بسته نمیکردم میامدم معتاد چیزی من ناخود کنم همون سرا همون ترکتور و همون دگه وسایل را میبرم. که جیخان با خود خوب گپ میزنی. چه کار کنی لالا رمضان؟ امیت در واقع داشتم مدر اینا غلیف کرده بیدم اوسونه به تحت نور قرار کرده یک معتاد بیامده به نظرم خود خوب نخته به همسرا قرار کرده 20-25 تا تخمر قرم ببرده غلیف رمضان تحت نور وردشته برفته. برو که بخیر بری. غلیفی بوده؟ آه خودی هم دیگ برده. دیگه مادر میگه تن برو قلالی کو. قلالی؟ قلالی سیاه شده. خب میگم که عدد صدی معتادا نیه بگذاره کمه غیر از معتادا کی نگه؟ هسته کی نه؟ دوست خورما و شما داریم سکو میشناسی؟ یک چیزی ما به تو بگم به شرطه که به ایش که از زبونی می چی نگی گردنم من اگه یک خوارش از زبونی می گیلک دیگ به دستی بود بلا کورتی دیگ سیاهه انمونه سکو گفتم ای دیگه می چکار کنی گیلک گمیرم دیگه قلعی کنم خب من دیگه فکر ازی نشدم تیر شدم بیام آدم یعنی به دست گیلک شما دیگ سیار بدیدی؟ دیگ سیاه بلا کورتی بود از می چی نگی که جیر خان خب دل جمع باشی غیر از گیلک دیگه ایش کسلیه دیگه با خود شما همین ما برو موز بگیرم برو دیگ به کجا شد؟ نه گیلک وقتی خلیفه با دیگ غلیف به کجا شد؟ کوره من دیگ غلیفه نمیبینی؟ اینه وقتی تو استا چی وقتی؟ کجا شد دیگ کجا؟ دیگ چی؟ تخم مرغا هم نیه که با بیلا گیلک کجا شد گیلک؟ تو اینجا بشی آخه تو چه خوشی؟ من باید خریده بردم که تخم مرغا بردارم کوکه تو سیکو بچه جان من مثل تو 10 تا ببردم به سر موجو او خوردم پس بیامدم خب به سر من فیلم و داستان بازی میکنی تو دیوانه گیلک میگم کد دیگ غلیف خود تخم مرغا چه خاله جایی کارا رو نکن من اینجا خیلی دیگه بازی بیا داستان بازی بگو دیگه با خدا نه با مادر تو بیل دارم نه هم با خود تو بیل دارم چلی کار کردی؟ گپم افته نزدی گپم افته نزدی
بیا دینار من خیر بیدم وردشتی ببردی به خونه خب به مادر خود تسلیم کردی با بیا من اینجا میگی من چیکار فلانه گیلک تو سرخی شده تو چه خیلی شاخی نمیگم مرگ سرخی شدی آخه ما دم اول بیان غیر از این کوتی کونه دیگه چیزی نیم اینجی تو خمرخام کنیه من زحمت کشیدم به تاگه و خونه ما رفتم اینجا وردشتم بیا اگه امی تو من میدیدم امی تو چی میگفتن برای سگ اگه من میگیری خدای نکرده خاک به زبون من خاک به زبون تو اگه لنگ من میگیری کی به من لنگ میداد من بردم یعنی من بردم پا مادر من اینجا آماده برده گیلک براره ما که تو شریک بودیم من چه ایت کار میکنم ما رفتیم خلیته بیارم آخه من ایت کار میکنم یار گیلک نوادم نامردی بدی برو جا من سر برو دیگه بچه خاله داری من دیگه بردی همه سبا اید خوب اگه من خودی تو بر روز اید به جلوی محمدی و خودی تو سلام علیک کردم الده بگم ای پیار تو برات ریش پیار من نمیری گیلک ما فقط باره گپ مفتن از بخی برو دیگه بعد بخی برو بخی برو بخی برو دیگه تو خمر بردی و سلام پس بیارد خیلی شید یا بیل ندارم عباسه به خالی من بگو به مادر تو هم بیل ندارم به تو هم بیل ندارم امورا را اگه بخوردی قناق شو بخیر ببردی دیگه پیار ما باشه من خودی پیار خود دوزی نمیکنم شریک نمیشم اگه برم به دوزی تنها میرم تو سعی که تو من اینجا خیلی برده من از دنیا آگاه نشدم من بیا مدینه وردش تو ببرده امونا به خیر خوشی اگیونر ببردی چوش میدی پخته میکنی به خیر خوشی هم زهریات چه خلیفه هم به خیر خوشی به گلوتو به بند مونه که خیر نبینی